مطالعه مطالعه مطالعه، یادگیری مداوم. دوستان به جای اینکه بشینیم محتوای بی ربط در فضای مجازی تولید کنیم که مرغ پخته خندش میگیره و مصداق خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی و 4 نفرم که ممکنه در آینده بیان یه حالی از ما بپرسن بگم بنده خدا اصلا تو باغ نیست و اعتبار و حیثیت حرفه‌ای خودمون رو لکه‌دار کنیم، تو این فرصت پرونده نیست. منم پرونده نداشتم، شما ممکنه پرونده نداشته باشید. بهترین زمان برای مطالعه کردن. خودمون رو باید غنی کنیم از علم و دانش که زمانی که وارد عرصه و کارزار نبرد شدیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. دوستان عزیز، با این رقابت سهمگین من اگر سواد نداشته باشیم جامون توی کفشمونم نیست. یعنی قشنگ اون قاضی و همکار و موکل و اینها احساس میکنه که این بنده خدا نیست اون چیزی که باید. حالا چی بخونیم؟ به خصوص برای دوستان عزیزی که آغاز راه هستن به شدت توصیه میکنم آراء قضایی رو مطالعه کنید. الان خدا رو شکر انتشارات مختلف، خود قوه قضاییه، انتشارات جنگل، انتشارات حقوقی مختلف چاپ کردن آراء دادگاه بدوی، تجدید نظر، عرض به حضورتون مذاکرات دیوان عالی کشور، آراء اصراری و خدمت شما عرضم که این خیلی به شما کمک میکنه. یعنی هر روز به نظر من کار مطالعه واقعی ما بعد از کارآموزی تازه شروع میشه. جدای از اون کارهای عملی که گفتم خاک دادگستری و دارالوکاله رو باید بخوریم، شما وقتی رأی قضایی رو ملاحظه میکنید، به خصوص آرایی که گفته آقا خواهان اینو گفت، وکیلش اینو میگه، خوانده اینو جواب داد و بعد آمده از استدلال و استنباط خودش رو مطرح کرده که به این دلایل اظهارات خواهان قرین به صحت است یا برعکس دفاعیات بلاوجه و خوانده درست میگه. این خیلی به شما کمک میکنه. این دامنه لغات شما رو گسترده میکنه، نوع قلم زدن شما رو تصحیح میکنه، تصور شما رو از در واقع آنچه که مقام قضایی، چون یه وقت من یه لایحه می نویسم خیلی هم خوب نوشتم ولی درد دل کردم، فقط مختصات لایحه رو نداره. اینجا وارد دفاع شدیم. چی به ما کمک میکنه لایحه خوب بنویسیم؟ باور بفرمایید از هر کارگاه لایحه نویسی و آموزش دادخواست نویسی رأی خوندن. یه سری انتشارات جنگل معرفی کرده، چاپ کرده، عرض کنم که کتب قدیمیه ولی چقدر کمک میکنه. این رو تو بازار، حالا من سرچ بفرمایید آراء قضایی انتشارات جنگل میاد، کتابای 40-50 جلدیه. قشنگ اینا رو دل بدید به کار، با آرامش، با متانت لازم، با صبر، از روی تک تک کلماتش نگذرید. اینها رو که بخونید قشنگ شما اون لایحه‌ای رو که باید بنویسید مینویسید.